روی کره زمینی که انسان‌ها میلیون سال از زندگی میکنن، حقایق و رازهای پنهانی وجود داره که هنوز چیزی از اونها نمیدونیم. پس توی این ویدیو قراره 10 تا فکت جالب از سیاره زمین بهتون بگم. اما قبلش اگه از اینجور سبک از ویدیو دوست دارین بیشتر ببینید، حتما یه سری به کانال ما بزنید و ما رو دنبال کنید. بیشتر آتشفشان‌ها در زیر آب پنهان شدن، به خصوص در زیر اقیانوس آرام. هسته زمین از خورشید داغ‌تره، دماش حدود 5500 درجه سانتیگراده. بیشتر اکسیژن زمین از اقیانوس‌ها میآیند، نه از جنگل‌ها. عمیق‌ترین نقطه زمین گودال ماریانا است. به قدری عمیق است که اگر اورست را داخلش بذاری 2 کیلومتر جا میماند. قاره‌ها هنوزم در حال حرکتند. استرالیا هر سال حدود 7 سانتی متر به سمت شمال می رود. نور خورشید فقط 8 دقیقه و 20 ثانیه طول می کشد که به زمین برسد. زمین تنها سیاره ای است که آتش در آن وجود دارد. آتش بدون اکسیژن ممکن نیست و اکسیژن آزاد فقط روی کره زمین است. روزهای زمین در گذشته کوتاه‌تر بودند. زمان دایناسورها یک روز فقط حدود 23 ساعت طول می‌کشید. هر 2 دقیقه یک بار زمین به اندازه یک استخر المپیک آب از دست میده. هفتاد و 1% زمین را آب پوشانده، ولی به دلیل شور بودن قابل خوردن نیستن. بچه ها ممنونم که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردین. امیدوارم لذت برده باشین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.